ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори якум. چی روزی به سری مادر آمده، مردم باور کنند که وی غیر زندگی خوش و آسوده به فرزند و خانواده شان و خواهرش مکنونه فکر دیگری ندارد. همین به میان آمدن قرار حکومت در مسئله نکاح بین خویش و تبار هم بیهوده نیست. یک غمخواری، یک راهنمایی بهر آدمان است. به ضمن اینکه طفلان ضرر می‌بینند، ناسالم به دنیا می‌آیند، عمری رنجور، دستنگر، محتاج. این نکاح گاهی تیشه بریشه خویشی و تباری، اپی و خواهری، اکگی و دادری هم می شود. فرزندان بچگی می کنند، ساز نمی گیرند، کلان سالان جنجال، دلسیاهی. یک مثالش بلایی که به سر همسایه خودشان آمد. فاطمه و زهرا دوگانیک بودند. 9 ماه و 9 روز در شکم مادر همراه به دنیا آمدند. با هم از سینه مادر شیر آشامیدند. دست به دست هم راهرو شدند، کمال یافتند، مادر شدند. فاطمه دختردار و زهرا پسردار. چی واقعه خوشی؟ با هم خدا می شوند و دسترخوانی مراد می کشایند. توی عروسی و دامادی فرزندان را دیدند. یکی صاحب کلین، دیگری داماددار، دختر و پسرشان را بیگانه نکردند. خودی به خودی باب خداگی و اندگی گفتند. اندگی علاوةً به معنای خویشی. ولی افسوس، هزار افسوس که خودی ها ناساز شدند. آبی دیده دختری فاطمه در بری روی. پسری خاله او را نغز ندید. شیشت و خیست، گپی گنده گفت. طعنه زد که زیبا را هیچ کس گیرون نشده و وی را به عبدالکریم تیل کردند. او دختری خاله را روز نداد، طلاق داد. بین دوگانیک ها فاطمه و زهرا اپی و خواهریشان نماند. دشمنایی که دوگانیک ها در یک شکم غنجیده بودند و اکنون در عالم نمی غنجیدند. کرتکنی و مویکنی با یکدیگر ناگپ، روی نادید، قهری و یاغی از عالم گذشتند. خاله مهرنیسا عقلش را نخورده است. روزی به سری دوگانیک ها آمده برایش پند. یک کس که در الاو سوخت، کسی دیگر دانسته جانب آن الاو نمی رود. خداگی و جداگی گفتند. خواهرش برای او عزیز. 2 کسکند در این دنیا، 2 چاچ اسب، نشانه از مادر. او زنده نیست که برای مهرنیسا باز خواهر زاید.
خواهر یابد. برای همین هم وی نمی خواهد که با خواهرش قداش شود. برای این لطفیه از مادر ناراضی. دل مادر به وی می سوزد. او نمی فهمد که فخری باز با چند دختری دیگر سازآمدی دارد. دمدمی آنها می گردد. به دختری تلبیده و خریده وزیر مونیسه نازک اندام کو از چله و 4 ماهگیش عاشق. لطفیه نمی بیند کی که فخری به خانه آنها بیاید، مونیسه در پس در و دیوارهای آنها. بعدی که لطفیه فخری را تا پس دروازه گسیلاند، مونیسه او را صاحب، آنها باز با هم. هفته گذشته مادر در آغل گاو می جوشید. گاو شیر نمی داد، آرام نمی ایستاد. هوشش به گاو و خرمه شیری دستش بود که به گوشش آواز لطفیه رسید. گبزنی از پس دیوار. خرمه شیر را بالای تخته مانده، نوک پا بلند شد، از موری به پس آغل نظر انداخت. در تگی درختی زردالو لطفیه و فخری گپ گپ داشتند. آسمان نیمکاله ابر، جا جا ستاره. ستاره ها گویا به سوی لطفیه مادر چشمک می زدند. به نظر او پریشان، حالش رحم‌آور. از جانب دریاچه پس خانه‌شان بادی سرد می وزید، بادی نافارم. فخری، تو گپی مرا می شنوی؟ گفت او. می شنوم لطفیه، گپ زن. قول و قسممان در خاطرت هست؟ گفته بودی که به تو باور کنم مرا میانی راه نمی کنی. باز گفته بودی که ما را مرگ هم جدا کرده نمی تواند. لازم آید با هم می میریم، با هم به گور می رویم، جدا نمی شویم. همین طور گفته بودی یا نی؟ گفته بودم، لیکن نمی شده است. نمی شده است میگویی؟ ها، علاج نماند. سرم را به سنگ ها زدم. کتاب عریضه نوشتم به نام رئیس محله، رئیس جماعه، به حکومت، ولی همه گفتند که نکاح خویش و تبارها ناممکن. قانون منع کرده است. نابود قانون. این قانون هم من و تو را یافت. پیش این خیل نبود کو همه خویش و تبارها زن و شوهرند، همهش به بخت سیاهی من و تو. باز خونمان هم یک خیل. ما با هم خویشی نزدیک. لعنت به همین خویشی که سری من و تو را می خورد. من سری من و تو را خورد و از هم جدا نشویم. بی تو من زنده بودن نمی خواهم، لیکن به حدی که من تو را دوست می دارم تو مرا دوست نمی داری. لطفیه گیله کرد. فخری خاموش تسلای دل او حرفی نگفت. لطفیه دوام نمود. میدانم فخری، دل تو پور، مونیسه داری. من کی را دارم؟ من کجا روم؟ بی صاحب میمانم. وای من و وای من. تو هم آباد میشوی. دختری خوشرویی. کدام دختری خوشروی در راه مانده است؟ از من خوشروی تر میابی. تو خوشروی نیستی.
قهر لطفیه آمده بود. لیکن من تو را به 1000 خوشرویی های عالم نمیدهم. به من خوشروی و بای و بدولت لازم نی. به من تنها تو لازمی، تو فخری. بی تو نمیتوانم. قسم خورده بودیم تگی چناری پشت مکتب. از یادت رفت؟ شب بود. لطفیه آن شب را به خاطر فخری آورده دوام نمود. اما مثل شب حاضرت دلگیر شب سیاه نبود. آسمان صاف و بی غبار بود. ماه رخ می نمود. ستاره ها هم با ما شاد بودند. موجک می زدند، می خندیدند. قسم خورده دست داده عهد و پیمان بسته بودیم که از هم جدا نمی شویم. صدای شلدراسی آبی جوی تگی چنار بلند می شد. بادی روح بخش می وزید. برگهای چناری عظیم به هم خورده به خرسندی ما چپک می زدند. آن شب شبی شادی و خرسندی بود. دستانم را می بوسیدی، مویهایم را می شمیدی. در اختیارت بودم، مست و بی خبر می شدی. اگر مرد باشی بیا باز همان شب را به یاد بیاریم. باز قسم خوریم، گوییم که مرگ ما را جدا کرده نمی تواند. گوییم که می میریم، با هم می میریم. گوییم که ما را با هم به خاک گذارند. آنها دست همدیگر را فشردند. دست به دست هم رو به آسمان تکرار به تکرار می گفتند. از همدیگر جدا نمی شویم. در لبان لطفیه خنده آمد. ولی آن شب هر دو با یک آواز با دلی پر از مهر و محبت همین سخنان را به زبان آورده بودند. حالا هم با خواهش لطفیه فخری با دلی خواهم یا ناخواهم بود که از همدیگر جدا نمی شویم گفت. دل مادری لطفیه اندکی سبکی یافته دریچه موری عاقل را پوشید. خرمه شیر را از جایش گرفت. عملهای ناخوش بعد انا همان شب قسم خوردنی لطفیه و فخری که خود مادر شنیده بود سر زدند. شبی که به دیده لطفیه خواب نمی آمد. درونی جاگه می جنبید، پهلو می گشت. بهر آنها راهی دیگر نمانده. عشق گفتند، محبت گفتند، همه‌اش را دیدند. به انجامی این همه رسیدند. آنها نامراد، ازدواجشان ناممکن. زن و شوهر شده نمی توانند. مادر نمی گذاشته. قانون نکاحی بین خویش و تبارها را منع کرده. آنها نامراد، آنها بی نصیب. چرا خداوند مهری لطفیه و فخری را در دل همدیگر جانم؟ چرا همدیگر را دوست داشتند؟ چرا؟ دل لطفیه پر آرزو بود. در آرزویی که سحر از خواب دیده گشاید و دیده به دیداری فخری ببندد. آرزویی که سر در یک بالین بمانند، با هم از جای خواب برخیزند و از پی روز و روزگار بشوند. خانه و در بچ و کچ بگویند. باز چه آرزوی و امیدهایی. لیک نمی دانستند که همه این آرزوی و امیدها بهر آنها ناممکن بوده. گویا اکی و خواهر بوده اند و بی خبر. چه دهشت، چه فاجعه. افسوس، صد تأسف.
لطفیه با سری پرغوغا، خیالهای ناجا از جای خواب برخاست. با امیدی که مادر بیدار نشود، نوک نوک پا آهسته طرفی در رفت و روی حولی برآمد. نمی‌دانست چه قاطی شب پخته یا نه. آسمان پر ستاره، رو به ستاره ها آورد. در آسمان هر کس ستاره داشته. ستاره او کو؟ با خود حرف میزد. بادی سرد لبی دامنی کرته حریری سفیدی او را به بند پایهایش می پیچاند. نظرش رو ستاره ها، آنها بی حساب، یکی کم نور و دیگری پرجلا زیبا نورافشان. کدام این ستاره ها ستاره او؟ ستاره بسیار درخشان، در نزدیکش ستاره دیگری چشم میره بود. در تصوری لطفیه آن ستاره فخری. آنها دو ستاره اند. باز شنیده است که آدم از دنیا گذرد، ستاره‌اش هم از آسمان کنده می شود. ستاره های آنها چی؟ شاید پگاه؟ نه، باز یک روزی دیگر مهلت. لبی جوی آب رفت که از میان حولی تک تکی درختان می گذرد. شب خاموش، صدای شلدراسی آب. از کجایی، از شاخه کدام درخت خانشی پرنده، صدای قمقم کبوتران از لب بام همسایه، شبی سلقین و گوارا. این قدر زیبا دنیا. دری خانه صدا داد. مادر علاخان شده از پس وی برآمده است. لطفیه جان، صدا کرد مادر. لبی آچه، چرا خواب نمی روی؟ خوابم نمی برد. خوابم را شما گرفتید آچه، شما. این خیل نگوی بچم، زقی نکن. خرسندی کنم؟ خدا نمی خواسته است بچم، همه کار در رازگی پروردگار. شما آچه وقتی مرا سیاه کردید. لطفیه بیروی و ریا با مادر گفتگو کردن میخواست. شما مرا از دنیا دل خنک کردید. من به تو دشمن نیستم. زندگی تو در پیش. در دنیا فقط یک فخری نیست. اگر بچم راستی گپ را گویم لطفیه، مادر به نصیحت سر کرد. اگر راستی گپ را گویم، پیش از پدری تو با یک جوانی دیگر دل داده بودم. مغزینان بر این دوست می داشتم. نمی دیدم، دلم گم می زد. بی خود می شدم. سویش می دویدم، می کافتم. مثلی توی و فخری با هم وامی خوردیم. از دیداری همدیگر سیر نمی شدیم. دست در گردن همدیگر بسیار نامعقولی ها هم می کردیم. از شماها بدتر بودیم. گپمان برآمده بود. قسم و نامه خوردیم که همخانه می شویم. همین خیل عهد و پیمان بور و دوست کردیم. انا همین قدر با هم دلبسته بودیم و لیکن مادرم نخواستند. راضی نیستم، دعایی بد می کنم گفتند. ترسیدم. حرمتشان در دلم زیاد و خودشان به دل خودشان مرا به بچه زردارخان به شوهر دادند. بخت و روزی نیک خواستند. بچه زردارخان همین پدری خودت. روز و روشنایی دیدم. دوستش داشتم که انا خودت میبینی، شاهد هستی. مادر خیلی توقف نمود و افسود.
این دوستداری شمایان هم یک بادی در گذر است. به فخری باور نکن، حیف می شوی. ما قسم خوردیم. شنیده بودم. شنیدید؟ ها، دین شب ما با هم می میریم، بعد می بینید، بعد می سوزید. این خیل نگوی، بی عقلی نکن، رحمی آچت خور، رحمی پدرت را خور. کسلمند شده است، برداشت غم ندارد. میدانی اگر یک ساعت تو را نبیند دیوانه می شود، در جایش می افتد. این گفتگوی بین مادر و دختر یک شب پیش بود. امشب افزای لطفیه تماماً بیجا، خوابش نبرده روی خانه می گشت. صندوق لباسهایش را گشاده، کرته و کمزلچه های زربافتش را برآورده، به قدش چین کرده، ته کرده، باز به جایشان می گذاشت. گوشواره ها انگشترین و مرجانی مادر تحفه کرده را هم به دست گرفت و ماند. از من نشانه برای مادرم. توپی قبه‌داری زردوزیش را به سر ماند. باز افزود: بعد از سرم بعد میگیرند. مادر که سرتگی کرپه به گپ‌های لطفیه گوش میداد، طاقت نکرده از جای خوابش خیست. تو لطفیه صحت نیستی، دیوانه شده ای. حالا ایست به پدرت، به اکه‌ات، به همه میگویم. مکتبت میروم، تو را دیگر از خانه برآمدن نمیمانم. به پای و دستانت کشن میزنم. دیوانه خانه میبرم. دختری بسیار ندارم، یک تا دارم، یک تا. مادر با دختر جنگ کرد، غریو انداخت. بعد با امیدی که به وی گپ فهمانده توانست وی را ترساند، سر به بالین ماند. سر به بالین ماند و او را خواب غفلت برد. چشم گشاد، روز روشن شده، جای خواب لطفیه خالی. لطفیه جان، با داد و فریاد از خانه بیرون شد. در کجایی لطفیه؟ کنیشی لطفیه جان، کنیشی در کجایی؟ فریاد میزد، صدایی نی. آخیل، اختخانه، حاجتخانه، هیزمخانه، کلبه نمانده که مادر به آن سر نزده. لطفیه گفته زمین را خاک پرچک می کرد مادر. اهل خاندان، همسایه ها بیدار شدند. روی حولی پوری آدم شد. دخترم نیست، رویم سیاه شد، وی رفته است. کجا رفته است لطفیه؟ چی گپ شده است؟ همسایه ها می پرسیدند. رفته است، برآمده رفته است. من میدانم کجا رفته است. کجایی رفته باشد؟ همراهی فخری رفته است. مادر به زمین افتاده اجریقها را پنجال خراش می کرد. و پسرش شاهپور فرمود که فخری را یابد، از پسی فخری شود. از میان لحظه گذشته یا نگذشته که شاهپور همراه مادری فخری مکنونه از دروازه در آمد. گفت که فخری در خانه اشان نیست. مادرش هم بی خبر بوده که وی کی از خانه برآمده، کجا رفته یا نرفته. به خیال مادری لطفیه که خواهرش را پروایی نی،
دلش پر. اپا جان، باور کنید که بچه من هیچگاه به هیچ وجه این خیل فکرها ندارد. از زبانش نشنیدم. امشب هم با جوره هایش با دخترهای بسیار در توی بود. مکنونه، میگم تو بچه بسیار داری. بی پروایی خواهر به او نفارید. چو کنایه میزنید اپا، میدانید که یک بچه دارم، یک تی تلبیده و خریده. میدانم راست میگویی، لیکن برای چی پیش راهش نمیگیری؟ نمیگویی که از پسی دخترهای مردم کمتر دود، آنها را نامبد نکند. مهرنیسا باز گپ را به سر دختری خودش آورد. مکنونه گفت و افسود. نمیدانی، نشنیدی، نفهمیدی که لطفیه و فخری چه قسم و نامه خوردند؟ چه فکری بد دارند؟ نمیدانم. اگر نفهمیده و نشنیده باشی، اکنون فهم. غمت را خور. آنها ما را خانه‌دار شدن نمی مانند گفته خودشان را نابود کردنی قسم خوردند. امشبی دراز من لطفیه را از راهش گردانده نتوانستم. نفهمیده ماندم برآمده رفته است. کجای رفته باشد همراه بچه‌ات است. چیکار میکنیم؟ رویمان سیاه میشود. لطفیه، واه لطفیم. مهرنیسا آواز انداخت، به ناله درآمد. اما مادری فخری باز همان بی پروا به گفته میله‌اش خم نخورد که خبری ناخوش شنید. آرامانه به گپ درآمد. اپا جان، یک چی میگویم گوش کنید. چی میگویی؟ دیدگیم را میگویم. فخری شب از توی آمد. چنان خرسند بود که ماندن گیرید. رقص میکرد، سرود میخواند. نمیماند خواب رویم. آدم خودم را میکشم میگفتگی. خدا نشان ندهد همین خیل می شود. اپا باور کنید، بچه من این خیل فکرهای بیهوده ندارد. من وی را می دانم. مکنونه به دل اپاش امیدواری آورد. بالای علنگه آه و ناله او اندکی آب پاشید. چند لحظه آرام شد. اما ایستاده دل مهرنیسا باز علاو گرفت. نه، همه‌اش دروغ. دختری او فکری بیهوده داشت. مکنونه نمیداند. شما گفتار یکم رو از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.